اصلا منم اون میومد یادته میومد پشت دوربین میگفتم من نمیتونم دیگه. نه اصلا نمیتونم از کنارش باشم دارم میبینم. شما برید ول کن. آقا من میرم بیرون من میدونم. تو برو. ببینه میخنده. تو برو. تو همین کنار وایسا سامی دیده نشه فقط. گرمه بیرون. برو. شکلات‌ها رو نه چون من دارم انتقال 3 تا برداشتی ها. خب باید برم تو درد سری تو 3 برو. تا برداشتی گفتی یه دونه. باشه با 5 تا برداشت. آقا راضی باشی. برو. این آبپزمونه که بعد قربونی آبپز میکنیم. غذای 3 روزه که توی دمای 48 درجه پخته میشه. دمای 48. دمای پایین تو 48 ساعت. ساکت شو. حالا من سخت میکنیم. نه نه خب بعد دیگه چک یه چیزی الان فقط این غذا آه. جلو مهمون میاد. آره. مثلا همون آره. برک و اینایی اینو که داره نه. میگه نمیاد. نه فقط همینو دیگه کباب. پس اونا رو احتیاج نیست بگه دیگه. چرا؟ آره. من میگم که فرض مثال من واسه تبلیغه. دیگه هم داریم. بریم سراغ غذایی که توی این 3 روز طبخ و با اون از مهمونا پذیرایی میشه. خاله مائده